10 شهروند تاجیکستان از جمله زنان و کودکان که مدت زیاد در منطقه اعتراف نشده اسیت جنوبی در مانده بودند، با کمک سفارت تاجیکستان در روسیه بالاخره توانستند اسیت جنوبی را ترک کنند. در این باره روز 29 مای حامی حقوق مهاجران تاجیک محمد صابروف خبر داد. بنا به اطلاع او، سفارت برای بیرون آوردن مهاجران تاجیک از مقامات روسیه خواسته است تا برای آنها یک کریدور ترانزیتی بگشایند. 10 شهروند جمهوری تاجیکستان که مدت زیادی در اسیت جنوبی در ماندند، امکان بازگشت به وطن را نداشتند. با خواهش نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان از جانب مقامات روسیه توسط راه ترانزیتی در دوام 3 روز به فرودگاه ونوکوو شهر مسکو آورده شدند. این شهروندان که در بینشان زنان و کودکان نیز بودند، با جای خواب و همچنین با غذای کامل تامین کرده شدند، خبر داده است محمد صابروف. ده‌ها تن از مهاجران تاجیک در جستجوی جای کار خود را به منطقه های اعتراف نشده اسیت جنوبی و ابخازستان و همچنین به نیم جزیره قریم میزنند. از بس که مقام حقوقی این منطقه ها بحث برانگیز است، این مهاجران هنگام خروج از اسیت جنوبی و ابخازستان دچار مشکلات می شوند. برخی شهروندان تاجیکستان به سبب ندانستن حساسیت مسئله بعد 3 ماه بود و باش در قریم برای از نو سر کردن مهلت بود و باش خود کوشش میکنند که از قریم به قسمت باقی مانده اوکراین بروند، بیخبر از آن که در اوکراین آنها را برای ورود غیر قانونی به منطقه اشغال شده یعنی قریم میتوان جزای شدید بدهند و حتی به زندان بیندازند.